سوت اکرمی، حرکت منشا و پای راست، ضربه‌ای که منشا میزنه و توی دروازه. گل اول بازی واسه پرسپولیس با گادوین منشا دروازه رو باز کرده. الهی اونجا میندازه به فرشاد احمدزاده، حسابی دروازه و توی دروازه. گل قشنگ بازیکن بادرام رو میزنه اونجا مهداد رضایی. اما بازیکن سرعتیشون میره سمت تماشاگران. نمای ورزشگاه رو باید شما ببینید. اینجوری طرفداران بادران پرشور و خوشحال تو ورزشگاه حاضر هستن. بازم بشار حسن میخواد توپو روی دروازه بادران بفرسته، این کار انجام میده. خوبم فرستاد یک ضربه اسم گل دوم. گل دوم برای تیم پرسپولیس، شجاع خلیلزاده. امید آریشا فروش رفتی، ارسال به تیر دو، یه ضربه سر و توپی که توی دروازه قرار گرفت. گل برای پرسپولیس و تعویض طلایی برانکو ایوانکوویچ. سعید کریمی بود که دروازه پرسپولیس رو، دروازه سپیدود رو باز کرد. چه دقیقه‌ای! حرکت خوب خود مهدی ترابی با پای راست، یه ضربه خطرناک و گل برای پرسپولیس. عالی بود حرکت مهدی ترابی. میندازه توپ رو برای استفاده بازیکنان پرسپولیس و توی دروازه خیلی زود دروازه شاهین بندرآمری رو عبدی باز میکنه. شاهین بندرآمری این هست که تیم بیاد بالا و در لاک دفاعی نره و اینجا گل برای پرسپولیس. گل دوم پرسپولیس این بار توسط ضربه سر احمد نوراللهی به ثمر میرسه. شاهین بندرآمری این هست که تیم بیاد بالا و در لاک دفاعی نره و اینجا گل برای پرسپولیس. گل دوم پرسپولیس این بار توسط ضربه سر احمد نوراللهی به ثمر میرسه. ضربه ترابی و برخلاف حرکت غلامرضا سرتولی توپ توی دروازه قرار میگیره و نتیجه کار 3-1 میشه. میداره توپ رو خودش جلو میاد. حالا عبدی اعتقاد به آفساید دارن. مهدی عبدی دومین گل خودش و چهارمین گل پرسپولیس رو وارد دروازه میکنه. وحید امیری موقعیت تو محوطه جریمه، فرصت برای پرسپولیس، ضربه‌ای که مدافعین برخورد کرد. یه بار دیگه تو محوطه جریمه یه ضربه و توی دروازه. 1-0 برای پرسپولیس در 35مین دقیقه. یه حرکت از یاران پرسپولیس، ارسال یه دروازه، یه ضربه سر و گل توی دروازه. دروازه زوبا هم برای بار دوم باز میشه. دیگه مهدی عبدی نمیتونست این توپو گل نکنه. خودش فرار کرده، خود سیامک، یه موقعیت و این هم گل سوم. چه گل قشنگی رو زدن پرسپولیسیا و یه جورایی دیگه کارو تموم میکنن. خود گبلسیانی میزنه و توی دروازه. گل اول مسابقه برای پرسپولیس. نورافکن و رضاییان پشت توپ. نورافکن میفرسته روی دروازه و گل تساوی. گل تساوی رو میزنه تیم سپاهان. مدافع تیم سپاهان دوباره یه ارسال دیگه و گل. گل دوم رو حالا دیگه میزنه تیم پرسپولیس. ایصال کثیر. بازی داره دنبال میشه. حالا توپ فرستاده میشه روی دروازه و گل. گل تساوی رو میزنه سپاهان. فرشاد احمدزاده. به توپ جلو میاد. وحید امیری در بین مدافع. امیری روی پای راست یه پاس و توی دروازه. بازم پرسپولیس گل میزنه. سخت خواهد کرد ولیسیانی برای سپاهان. ولیسیانی میزنه و بازم گل چهارم رو هم میزنه علی رغم تلاش نیازمند و تاثیرگذاری اون روی توپ.